این یکی رو دیگه فکر نکنم جای دیده باشه. بریم با هم بسازیمش. ویدیوها و موزیکمون رو وارد برنامه کپکات میکنیم و اونجایی که صدای زنگ موبایل پخش میشه رو یه اسپلیت میذاریم. از قسمت فریز یه فریز ازش میگیریم و بقیه ویدیو رو پاک میکنیم. حالا از قسمت اورلی پتو پلنگیمون رو اضافه میکنیم و میذاریمش جای مناسب. پتو پلنگی توی کانال تلگرام موجوده. حالا از بخش افکت‌ها این افکت رو انتخاب میکنیم و تنظیماتش رو درست میکنیم و از این قسمت روی کل بخشا میندازیمش. حالا روی ویدیوی دوم کلیک میکنیم، یه فریز ازش میگیریم، با دکمه اورلی تبدیلش میکنیم و میاریمش یه ثانیه اینورتر. حالا از قسمت ریموو بک‌گراندش رو پاک میکنیم و اول و آخرش رو یک کیفریم میذاریم و میایم اولش رو از پایین خارج میکنیم. حالا این گراف رو بهش میدیم. روی تک تک ویدیوهای دیگه کلیک میکنیم و این انیمیشن رو به همه‌شون میدیم. ای گل زدم سب شده گل ملیه روم کراش میزنم مثل دوره انریکه